خب عضلات بزرگ کوچیک هم که گفتیم با هم دیگه تو جدول هیچی. بریم سراغ پروتئین. اینایی که رد میشم یعنی توضیح دادم. هر آنچه بوده ایم، هستیم و خواهیم بود برمیگرده به پروتئین. یعنی پروتئین ها تمام ساختار بدن رو تشکیل میده، از مو ناخن گرفته تا هورمون ها و گلبول های سفید و هر چی که شما فکر میکنید و پروتئین ها برای ما میسازن. نگاه کن، میگه تقریبا 9 تا 16% از کالری دریافتی از یک رژیم غذایی جای خالی، اون نباید بگی لعنت الله علی آمریکا جنایتکار، بالغ را پروتئین تشکیل میدهد. بسیاری از ورزشکاران به ویژه ورزشکاران قدرتی 15 تا 25% از کالری دریافتیشون از چیه؟ ورزشکارای حرفه‌ایمون در هر قالبی، چه بدنساز، چه استقامتی، چه شناگر، پروتئین دریافتیش بالاتر از بقیه است. به اون جایی که من کلیدی است دارم خدمتتون میگم. میایم پایین‌تر. میگه در شرایط استراحت بین 1 تا 2% انرژی بدن از پروتئینه. الان که شما نشستید چی داری میسوزونی؟ چی میسوزونی؟ از این 3 تا میدونم کالری، از این 3 تا چی میسوزونی؟ از این 3 تا کربوهیدرات، چربی، پروتئین. بلند. خب دقت کن، نه دیگه. کیا صبحانه نخوردن اومدن؟ دست بالا. به کلاس تغذیه. به. فصل پاش. دقت کن. اینی که اینجا گفت بستگی داره که شما فست نبوده باشی. اگر زمانی که شما فستی بدون تغذیه ورود کردی به تمرینت یا به کارهای روزانت، سهم پروتئین میره بالا و اونجایی که شما اومدی خرابکاری کردی. گفتم قرار نیست دست به این بزنیم. فست یه اصولی داره، یه زمانبندی داره. من فردا به لایو راجع به فستینگ دارم. 1 سال اصلا دنیای فستینگ متفاوته، جریان دیگه است. ما صبح بلند میشیم اعلام میکنم صبح امروز آقا من فست باشم، چیزی نخورده میخوام فست باشم امروز. آقا تو برنامه‌ریزی داره، شب قبل برنامه‌ریزی داره، روز صبحش برنامه‌ریزی داره، عصرش برنامه‌ریزی داره، آب زمانش باید مشخص باشه، کافی باید مشخص باشه، پروتئینت مشخص باشه. تا میگه من فستم تا بهش میگی. اینجوری نیست فستینگ که آسیبزا هم هست، برای بدن خیلی هم سود داره به شرطی رعایت بشه. خب مورد بعدی، حالا که شما نشستی داری استراحت میکنی، الان داری نگاه میکنی به کلاس، 66% چربی میسوزونی، 33% کربوهیدرات میسوزونی، 1% هم که اینجا شد پروتئین. اون 33% رو شک دارم برای بعضیاتون که مغزا کار کنه. آره می‌خواستم همش کلا چیزی دیگه باشه بسوزه. هر چقدر حالا توی فعالیت ورزشی معکوس میشه، میره به سمت چی؟ چرب و سوختن که جدولشو براتون رسم میکنم. چه موقع ما چربی میسوزونیم، چه موقع کربوهیدرات. خب مبحث این سیستم تمرینه، اما میترسم نگن خدمتتون، بذار با درسمو بدم. بدونی چه موقع چربی، چه موقع کربوهیدرات، بر اساس این جدول بتونی، بر اساس این نمودار بتونی شما طراحی رژیمتو انجام بدی. چه موقع به شخص غذایی بدی، چه موقع ندی. دقت کن به من. دیده میشه؟ خیلی خوب. اون با تابلو اون روز مقایسه کنید اینجا. 95. دقت کن. اینجا 50% ضربان قلبشه. یعنی ضربان قلبی که با هم دیگه حساب کردیم، حالا شما همون 220 رو بگیر چون بروستنت بیشتر کمتر نشون داده میشه، همون 220 ولی دقیق نمیده بهت. این 7 تا اختلاف داره. طرف اومدی حساب کردی مثلا 220 منهای سنش 20، حالا میگیم همون 200 شده ضربان قلب بیشینش. اینجا هم 100، اینجا هم
20. بالاتر داریم؟ بله. ورزشکار حرفه‌ای، صدای من نمیاد فکر کنم. ورزشکار حرفه‌ای میتونه بالاتر از حد بیشینه تمرین کنه. دقت کن. 65% VO2 max یا ضربان قلب بیشینه. 75%، 85%، 95%. هر کدوم اینا رو در این باید ضرب کنی. مثلا چی؟ 65 میشه ضرب در 200، ضربان قلب 130. درسته؟ 75 ضرب در 200 ضربان قلب 150. تا اینجا که مشکل نداری. خیلی خوب. میگه فعالیت 50 تا 65 سبکه. 65 تا 75% فعالیت متوسطه. 75 تا 85% سنگینه، بهش میگن بیشینه. 85 تا 95 فوق بیشینه. 95 به بالا هم فوق بیشینه. پس چی شد؟ 50 تا 65، 65 تا 75، 75 تا 85 بیشینه، فوق بیشینه تا بالا. این همین برای وان آرم هم استفاده میشه. وان آرمی که شما در نظر میگیری 70% وان آرم، 65% وان آرم، 80% وان آرم تا بالا در نظر گرفته میشه. تا اینجا که مشکل نداری. یادت باشه برای تمرین شخص مبتدی این گروه رو باید در نظر بگیری. 50 تا 65. ورزشکاری اومده پیشت بیماره، به شرطی که بلد باشی نکاتشو، مثل بیماری قلبی عروقی و غیره، این محدود است. زیر 50 تو نمیتونی بیماری قلبی عروقی، بیماری که مشکل مثلا آلزایمر داره، پارکینسون داره، بالای 50% بدی. ضربان قلبش هولوش 50 باید باشه. خب دوستای گلم، اگه تا اینجا این ویدیو رو ازش راضی بودین و خوشتون اومده، سابسکرایب یادتون نره، دکمه زنگوله هم بزنین تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشین. حمایت شما باعث میشه ما انگیزه بیشتری برای تولید ویدیو داشته باشیم. 50% ضربان قلب بیشینه. 65 تا 75% ضربان چربی سوزیه. نکته مهمش اینجاست. 75 به بالا میره ضربان قلب‌های بیشینه و غیره که برای تمرین و مسابقه داره استفاده میشه. چون طراحی تمرین بحثم نیست، زیاد ورود نمی‌کنم، وقتی کلاست گرفته میشه. چربی کجا شکسته میشه؟ 65 تا 75 چربی سوزیه. شکستن چربی، لیپولیز. هر چقدر این نزدیک 100 شکستن چربی یا لیپولیز بیشتره. من تا چربیم نشکنه مگه میسوزه؟ نه، چربی باید اول بشکنه بعد بسوزه. مشکل خیلی از ما هم همینه. میگیم رفتیم چربی سوزی، تمرین چربی. آقا ضربان تو رسوندی ببینم به 85%، 95%. ضربان قلب شما اومد روی 170، 175، 180 که میگی من چربیم نمیسوزه. چی قراره بسوزه؟ اونجایی که میگیم مکمل الکارنتین میگه من هم کننده چربیم. یه چربی به من بده که من حملش کنم دیگه. به چربی مگه دادی؟ نه. آقا من کافئین خوردم. خب دست گلت درد نکنه. نمیدونم چرا چربی سوزی ندارم. شما کافئین خوردی، چربی رو شکوندی. کجا قراره بسوزونی؟ من قراره بسوزه؟ نه، قراره بمونه. این مشکل است که این چربی میشکنه، استفاده نمیشه، برمیگرده سر جای خودش. پس ببینیم بازی تمرینه. من ورود نمی کنم. این قسمت میشه بازی تمرین که هورمون ها تعیین کنندن. از اینجا یعنی ضربان قلب 100، اینجا اپینفرین میاد بالا، اینجا نورپینفرین زیاد میشه، اینجا اگر طولانی بشه کورتیزول زیاد میشه، طولانی تر بشه گلوکاگون زیاد میشه، اینجاها تیروئید میره بالا، اینجا هورمون رشد میره بالا. من اینا رو باید بدونم دیگه. اصلا ندونم چجوری میخوام کل بدنت برمیگره به طراحی تمرین.
تغذیه و بدونی چه زمانی چه هورمونی رو ببری بالا، چه هورمونی بیاری پایین. هورمون رشد میگه من موقع خواب آزاد میشم، موقعی که فستینگ آزاد میشم، یعنی روزه‌داری هستین و فست هستین و حالا روزه‌داری آی اف هستین، موقعی داری کار مقاومتی انجام میدی. ببین در روز کدومشو انجام میدی که هورمون رشد آزاد بشه؟ انتظار کدومشو داری؟ پس وقتی میگی چرا بدن من عمل نمیکنه، چرا چربیام آب نمیشه، دونه دونه رو بیا تیک بزن. آقا من فستم؟ نه. خوابم به موقع است 10 شب؟ نه. کار با وزنم سنگینه، وزن رو سنگین میزنم یا با شدت بالا میزنم؟ نه. پس چرا انتظار چربی سوزی داری؟ پیاده روی دارم، ما تو صحبت پیاده روی کردیم اینجا، رو تردمیلم، دونده ماراتون دیگه از اون که بیشتر نیستیم که. هستیم؟ نه. پس ما باید اصول تمرین، اصول چربی سوزی رو یاد بگیریم، تو اثر بذاریم. حالا برای چی اینو گفتم؟ تو این نقطه، تو نقطه 65% چربو مساویس با چربی یک اندازه میسوزن. همه رو گفتم به اینجا برسن. در نقطه 65% چربو با چربی با هم دیگه یکسان میسوزن و برابرند. هر چقدر به این سمت برم، بلند چربو میسوزد، هر چقدر به این سمت برم چربی میسوزد. گفتم اینجا چربی میشکنه، نگفتم میسوزه که. ببین دقت و نکته قشنگشو ببین، جایی که داره چربو میشکنه و میسوزه همونجا داره چربی میشکنه. توی این بازی داره چربی ها میسوزه، اینجا چربی شکسته شد. مرزشو بدون. اگه ضربان قلب در روز 123 پس اتفاقی برات نیفتاده. ولی اگه در روز هم ضربان قلبتو بردی اینور و اینور، سوختی، چربیات سوخته، یه کار قشنگ دیگه هم میتونی انجام بدی. کار قشنگش چرا میگیم تمرینات هیت یا HIIT یا انواع هیت؟ چرا انقدر کار بردی اند؟ چند روز تو هفته باید انجام بشه؟ شما خانم جلویی. دو روز تمرین هیت میگه من 2 روز انجام میدم با فاصله، کل هفته من چربی سوزی انجام میدم، ولی به شرطی که هیت بشه. حالا آخر کتاب هیتو بهتون معرفی میکنم، کتاب کوچولویی قشنگ پروتکلای تمرین رو بهت گفته، ولی میگه کانتینیوس هر روز. اومدن مقایسه کردن، دیدن کانتینیوس هر روز، کانتینیوس در حین تمرینات همون ترد ثابت و ساعت ثابت هر روز خیلی علاقه دارین، پیاده روی و این چیزا، هر روز کاری که میاد انجام میده همون موقع میسوزونه. 1000 جورم اختلال برای من میاره، نمیذاره عضلم رشد کنه. اما هیت میگه 2 بار تو هفته 2 تا 20 دقیقه با شدت بالا تو انجام میدی، کل هفتت به شرطی. ولی چه شرطی؟ بلند تغذیه رو درست انجام بدی. ما مشکل رسیدیم به تغذیه، مشکلمون اینجاست که آقا خب تغذیه ما هیت انجام دادم. آقا هیت انجام دادی قبلش چی خوردی؟ مگه مهمه؟ بعدش چی خوردی؟ یادم نیست. فرداش چی خوردی؟ پس برای چی هیت انجام دادی؟ پس برای چی؟ تمرین یه محرکه 20% با قدرت دارم بهت میگم، با اصطلاح علمی میگم، تمرین تو 20% توی عضله سازیت، توی چربی سوزی نقش داره. ممکن تو عضله سازی یه کوچولو 5% بالاتر باشه، اما توی چربی سوزی 20% بیشتر سراغش نرو. و کار هوازی توی چربی سوزی بلند 3%، کار مقاومتی 20% انقدر اثر داره. خیلی مهمه کار مقاومتی. بله من کار هوازی رو میخوام برای عملکرد قلب و روحی، برای ریه، برای پاکسازی، برای سلامتی نیاز دارم، اما لطفاً در قالب تمرین چربی سوز بهش نگاه نکنم. برای این گفتم که برسم به اینجا. حالا که من هیتو انجام دادم، مقدار پروتئین عضله با ایجاد تعادل بین آنابولیسم و کاتابولیسم، یعنی ساخت و تجزیه عضله، میاد برای من تعادل رو انجام میده. خب با افزایش پروتئین مصرفی منجر به افزایش چربی میشه. آقا ما چند تا پروتئین میخوری در روز؟ چند گرم میخوری؟
اگه بدون بیام پایین بپرس. خدا شده یکی بدونه چقدر پروتئین میخوره. نه بذار بیام پایین. شما چقدر میخوری پروتئین؟ 120 گرم. شما بسته به وزن. الان پروتئین خودتو دارم میگم، وزن کی بستگی داره؟ خب الان بگو دیگه، وزنتو نمیدونی؟ خب چقدر پروتئین میخوری؟ عدد. هر 1 کیلو 3 گرم. الان به من عدد بگو. در روز چقدر پروتئین مصرف میکنی؟ 200 گرم. 200 گرم. نه باید باشه. شما میرسم حدود 100 گرم. 200 100 120 120. شما 400 گرم پروتئین شکسته شد. بعدی نبود. شما نه عدد 250 گرم رسیدیم. شما از خانوم 140 دقیق. شما چندی وزنت؟ 100 چند؟ خیلی خوب. حالا نگاه کن، صبر کن. شما گفتم هر کی بگه بستگی داره. نه من دارم پروتئین تو رو میپرسم. ول کن. پروتئین چقدر در روز میخوری؟ آقا شما بگو در روز چقدر میخورید. با اون چی کار؟ خودت فرد خودتو که میدونی که شما عدد بگو فقط. دقت کن. شما آخری 260. 2 تا اسکوپ هم اضافه کرد. شکست رکوردو. شما دم در آقا قرمز بدنسازم هستی. چقدر گرم پروتئین میخوری؟ هر چی باشه مهمونی. دقت کن بچه‌ها، وقتی میگی پروتئین ببین خط آخر گفته. فکر نکن من امروز این استیک، این فیله است، این نمیدونم عدس، این سویاست، اثر منفی نداره. مصرف پروتئین یه حدی بره بالا میشه چربی. تعارف هم باهات نداره. آقا این پروتئین بشقاب، پروتئین تخم مرغ کاری نمیکنه. نه مازادش بدن میگه آقا من کاری ندارم. کربو دادی میشه مازادش میشه چربی. چربی مازاد شد چربی. تو رژیم کتوژنیک خیلی از دوستان ما در رژیم کتوژنیک میگن ما داریم کتوژنیک میگیریم. کتوژنیک میگیری چربی میخوری. چربی که داری میخوری میسوزه. چربی که مونده که نمیسوزه که. این نمیسوزه. پس کاملا اشتباهه. همون کتوژنیک یه حدی چربیش بره بالا اونم باعث چرب شدن شما میشه که شده. اکثر دوستانی که رژیم کتوژنیک دارند کبد چرب، کلسترول بالا، تریگلیسیرید بالا، LDL بالا، HDL پایین دارند. پس پروتئین بچه‌ها اندازه داره. حالا اعدادی که شما گفتین 200 بود، 400 بود، 250 بود، 240 بود، همه چی بود. بله بستگی داره به تمرین که الان توضیح خواهم داد که فعالیت استقامتی کار میکنی، غیر استقامتی کار میکنی، بدنسازی، دوران حجمی، دوران کاتی، دوران چربی سوزی. بله به اون بستگی داره. اما دیگه خودت که باید بدونی پروتئین روزانه چقدره. آقا من فکر کنم انقدر که پس یعنی اصلا داری چی کار میکنی؟ پس اگر تو نمیدونی من قراره صبح چند تخم مرغ بخورم، ظهر چقدر فیله بخورم یا سینه مرغ بخورم، شب تونه ماهیم چقدره، که بس داری چی کار میکنی؟ پروتئین رو ندونی که قطعاً بقیه رو نمیدونی. خب حالا که شما اومدی گفتی، دوست عزیزی که اومد گفت 250 کی بود اونجا؟ شما 250 ببینم چیا میخوری؟ بلند بگی 250 بود اینجا. بگو دیگه 250 چی میخوری؟ 250 گرم سینه مرغ. خب حواس به من. 250 گرم سینه مرغ. شما آقا پروتئین شامل همه چی میشه دیگه. هم گوشت میشه. پروتئین شامل همه چی میشه. هم گوشت قرمز میشه، هم ماهی میشه، هم گوشت سفید مرغ. قرار نیست اینجوری. خب مرسی. خب یعنی چقدر؟ چند تا میخوری؟ چند تا سینه مرغ میخوری شما؟ 200 گرم تقریبا سینه میخورم، 3-4 تا تخم مرغ میخورم و حالا میگو ماهی هم اضافه میکنم. چقدر؟ در حد زیر 100 گرم.